احیای هنرهای مردمی و پیدا نمودن چهره‌های نوی صنعت هدف اساسی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب می باشد که در سال 2023 نیز در شهر و ناحیه‌ها برگزار گردیده ایستاده است. هنرمندان ناحیه مومن‌آباد به این فستیوال آزمون آمادگی خوب گرفتند که از پیشنهاد محصول هنرمندان در بازار هنر گواهی می‌دهد. نزدیک قصر فرهنگ ناحیه 10 نفر هنرمندان بر دیواری و کرته‌های چکن، نقش چکن در بالشت و دسترومال و دیگر نمود گلدوزی‌ها، خوراک و خورش‌های ملی و اشیاء چوبین روزها را به نمایش گذاشتند. فستیوال آزمون را سرود همسرایان یا به اصطلاح خوار عمومی ادامه داد. دیگر بخش‌های فستیوال آزمون از جانب ساکنان ناحیه مومن‌آباد در سطح بلند پیشنهاد کرده شد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به ساحه فرهنگ توجه خاصه دارد و در همه چاره‌بینی‌ها ساکنان را سفربر نموده شخصاً ضمن برگزاری چاره‌بینی‌ها شرکت می‌ورزند. نتیجه این است که هر یک نامه پیشنهاد گردیده به حکمان پسند آمد و خالهای بلند را سزاوار گردیدند. امروز در ناحیه مومن‌آباد در اساس جدول تصدیق گردیده ریاست فرهنگ ولایت ختلان دوری اولی فستیوال آزمون جمهوری تلویزیونی ایجادیات خلق اندلب برگزار گردید. هنرمندان ناحیه مومن‌آباد برای در سطح بلند فرهنگی تشکیل برگزار نمودن فستیوال آزمون نام برده طبق نظامنامه برگزاری آزمون آمادگی‌های خوب دیدند. ما باوری داریم که هنرمندان ناحیه مومن‌آباد در فستیوال آزمون از طرف هیئت حکمان سزاواری بهای بلند گردیده در دور جمهوری نیز اشتراک میکنیم. پیشنهاد رقص یکه با قرصک‌های پرموج استقبال کرده شد. اشتراکچی این بخش رقص قدیمه را خیلی خوب اجرا نمود و حکمان به یک آواز به این هوسکار 10 خال را سزاوار دانستند. خوشبختانه امسال در تمام منطقه ولایت و منطقه کلاب تیاری به فستیوال آزمون جمهوری اندلب 2023 بسیار با آمادگی خوب گذشته ایستاده است. امروز ما از برنامه فستیوال آزمون ناحیه مومن‌آباد دیدن کردیم و بهاگذاری کردیم. بسیار خوب، بسیار در یک سطح عالی و در سطح بلند اجرایش کردند. عموما همه ژانرها، همه برنامه‌هایی که مطابق به همه آزمون بود بسیار خوب اجرا کردند، بهای خوب هم گرفتند و اساساً من که استاد رقص هستم با من رقص یکه نسبت دیگر ناحیه ها برتریش در همین بود که رقص تکنابی با سر و لباس ملی و موسیقی ملی و سر و لباس های ملی و با حرکت های ملی اجرا شد و در سطح عالی اجرا شد. در بخش عنعنه‌های مردمی باری اول در این فستیوال آزمون صحنه کوکل پیشنهاد کرده شد. گفته می شود از قدیم مردم تاجیک قبل از توی عروسی دختران عروس را کوکل بافون می‌کردند و همسایه‌ها کوکل‌های بهترین و عروس می آوردند. عروس یکی از آنها را با طبع دلش انتخاب می‌نمود و یکی از زن‌های دهه آن را با موهایش می‌بافت. صحنه‌چه هجوی هم به موضوع روز بخشیده شده بود و در سطح خوب پیشنهاد گردید. در سویته رقصی بیش از 50 نفر هنرمندان و هوسکاران اشتراک نمودند. زیر سرودها در وصف وطن مادر گلدختران به قد موزون و حرکت‌های زیبا رقصیدند و حاضران کفکوبی کردند. با گرفتن خالی بلندترین فرهنگیان ناحیه مومن‌آباد در منطقه کلاب به زینه اول برآمدند و برای اشتراک در دور نوبتی آمادگی می‌گیرند. شیرین جان سفرزاده سیف‌الدین اسماعیلوف از ناحیه مومن‌آباد برای برنامه نوید.